رحمان الرحیم دوباره با ویدیوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این ویدیو میخواهیم بازاریابی ورزشی رو توضیح بدیم که چرا بازاریابی ورزشی باید باشه و اینکه در ورزش چه تاثیراتی میتونه بگذاره. حالا شاید از خودتون بگین حالا ورزش چیه که بازاریابی داشته باشه، برین توپتون رو بندازین بازی کنین. نه، چون حالا تربیت بدنی علوم ورزشی یک رشته بینارشته‌ای است، یعنی همه رشته ها رو در بر میگیره. حالا شما فیزیولوژی ورزشیشو در نظر بگیرید که مسائل پزشکی رو به صورت تخصصی دارن کار میکنن، یا حرکات اصلاحی به صورت تخصصی دارن کار میکنن، مسائل پزشکی ارتوپدی رو. حالا وارد مدیریت میشیم. در مدیریت تاریخ ورزشی هست، تاریخ ورزشی رو به صورت تخصصی دارن کار میکنن. جامعه شناسی ورزشی همینطور، اقتصاد ورزشی، چون یک رشته ای است که تمام عواملی که هست میتونه در اون تاثیر بذاره، ما مجبوریم که همه این موارد رو یاد بگیریم و یک رشته میتونیم بگیم بینارشته ای است که همه رشته ها رو معمولا در بر میگیره. حالا چه سیاست باشه، چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی باشه، چه حقوقی باشه. حالا عوامل محیطی که میتونه در اون تاثیر بذاره، حالا فناوری باشه، میتونه در ورزش تاثیر بذاره و ما باید با اینها آشنا بشیم. حالا مثال عمرانی رو در نظر بگیریم، تأسیسات و اماکن ورزشی رو میتونیم بررسی بکنیم. و همین خاطر در این ویدیو ما به دنبال بازاریابی ورزشی هستیم که به چه تاثیراتی میتونه در ورزش بگذاره. منم این ویدیو رو حذف میکنم تا به راحتی در ویدیو اسلایدهای بعد کلمات رو ببینیم و متوجه بشیم. در اسلاید اول میخواهیم با بازاریابی آشنا بشیم که یک کلیاتی از این داشته باشیم و بعداً بفهمیم که حالا اون جزئیاتی که اومده چی هستن. در واقع این تعریفی که وجود داره یک کلیاته و تمام مباحثی که بعدا میخوایم با آشنا بشیم از دل این تعریف به وجود میاد. بهتره که این تعریف رو یه جایی یادداشت بکنید تا بعدا احتمالا لازمتون بشه. حالا تعریفش چیه؟ نوشتیم بازاریابی فرایندی مدیریتی و اجتماعی است که برای رفع نیاز، خواسته و تقاضا از طریق مبادله و معامله برای رضایت و خوشنودی مشتری یا مصرف کننده صورت میگیرد. حالا میخواهیم در اسلایدهای بعدی معانی این کلمات را با هم یاد بگیریم، چرا که هر کدوم از این کلمات خودش یک دنیایی برای باز کردن بحث در مورد ایناست. حالا فرایند رو در نظر بگیریم، مدیریت رو در نظر بگیریم، اجتماع رو در نظر بگیریم، نیاز، خواسته و تقاضا، قیس حالا هازا، که اینا رو باید یاد بگیریم تا در مورد بازاریابی یک چیزهایی رو داشته باشیم تا در مباحث بعدی از آنها استفاده بکنیم. حالا میخواهیم در مورد فرایند که انگلیسیش میشه پروسس، در مورد این صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بازاریابی فرایندیه. یعنی چی فرایندیه؟ یعنی اینکه انسان از وقتی که به دنیا میاد تا وقتی که از دنیا میره با بازاریابی مانوسه. یعنی داره با بازاریابی زندگی میکنه. انسان در هر لحظه از عمری که داره سپری میکنه و زندگی میکنه با بازاریابی سر و کار داره. چرا؟ چون انسان هر زمانی که داره زندگی میکنه، مثلا در 5 سالگی یه خواسته هایی داره که توضیح خواهیم داد یه خواسته چیه، این نیازهایی داره، اینا رو هم توضیح خواهیم داد. بعد میبینی 5 سال دیگه اینا تغییر میکنن، بعد 5 سال 15 سال دیگه اینا تغییر میکنن، یه چیزهای دیگه میخوان. این رفته رفته اون نیازی که در انسان وجود داره تغییر پیدا میکنه. به همین دلیل یک فراینده در هر طول زندگی انسان زندگی میکند به یک چیزای نیاز داره. وقتی که به دنیا میاد به شیر احتیاج داره، به پوشک احتیاج داره، به لباس احتیاج داره.
حالا یه کمی بزرگ میشه میخواد بره کلاس، مدرسه، به درس، به کتاب درسی احتیاج داره، به مداد احتیاج داره. خلاصه در هر زمانه‌ای که زندگی میکنه، در هر عصری که زندگی کنه، به یک چیزی احتیاج داره. میشه این فرایند، یعنی اصلا از بین نمیره، یک فراینده. وقتی که از به دنیا میاد تا وقتی که از دنیا میره به این بازاریابی احتیاج دارد. و اما وارد قسمت مدیریتی شدیم. یعنی چی این که بازاریابی فرایندی مدیریتی است؟ یعنی اینکه هر چیزی که در مدیریت وجود داره، در علم مدیریت وجود داره یا همون منیجمنت، در بازاریابی هم کاربرد داره. حالا مباحث مدیریتی اون پست و کربی که هست که در نظریات آن را هم یاد خواهیم گرفت، نظریات کلاسیک. حالا برنامه ریزی، استخدام، کارگزینی، بودجه است، هماهنگی، اینایی که وجود یا سازماندهیه، اینایی که در مدیریت وجود داره در بازاریابی هم به کار خواهد گرفت. حالا شما وقتی که میخواهین یک چیزی رو شروع کنین، در واقع اون رو بخواین اداره کنین یا مدیریت بکنین، اول به برنامه ریزی میکنین که چه چیزی میخواهین. بعد در مورد اون یک اهدافی، یک مقاصدی تعیین میکنین. در بازاریابی هم همینطوره، یک فرایند مدیریتیه. یعنی اینکه تمام مواردی که در مدیریت به کار گرفته میشه در بازاریابی هم به کار گرفته میشه. اما در این اسلاید میخواهیم عوامل اجتماعی، البته عوامل اجتماع رو در بازاریابی بسنجیم که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، اصلا چه کاربردهایی در بازاریابی. وقتی از اجتماع صحبت میکنیم یعنی از مردم صحبت میکنیم. حالا بازاریابی چه تأثیری بر مردم داره؟ حالا چرا دارن اجتماع رو بررسی میکنن؟ چون اون یک مصرف کننده یا مشتری اون مردم و در واقع میخواد وقتی که میخواد رفتارهای اونها رو بسنجه با اجتماع سر و کار داره. حالا عوامل اجتماعی چی میتونه باشه؟ خانواده ها هست که میتونه بر انسان تاثیر بذاره. دوم چیه؟ دوستان خودش هست که میتونه تاثیر بذاره. اون جشن واهره هایی که در اون منطقه وجود داره، فرهنگی که از اون جامعه نشأت میگیره، در اون منطقه ای که انسان در اون زندگی میکنه، همه اینها عواملی هستند که میتونه بر انسان تاثیر بذاره. و چون گفتیم بازاریابی هم یک فراینده، یعنی از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی که از دنیا میریم میتونه در انسان تاثیر بذاره. و همین دلیل میتوان گفت که یک عامل اجتماعی وجود داره که بر بازاریابی هم میتونه تاثیر بذاره. و همین دلیل گفتیم فرآیندی مدیریتی و اجتماعی است. بعد الان بریم سراغ اسلاید بعدی. اما در این اسلاید میخواهیم نیاز رو توضیح بدیم. نیاز اصلا چیست؟ نیاز یعنی، به دقت گوش کنین دوستان، نیاز یعنی نوعی محرومیت که انسان میخواهد آن را به دست بیاورد. شما در کودکی مثلا نمیتونین راه برین و یک چیزی رو نیاز دارین. در واقع حرف هم نمیتونین بزنین دیگه، بهتر بچه 1 ساله نمیتونه حرف بزنه. پس چجوری میخواد این نیاز خود را رفع کنه، این محرومیت خودش رو رفع کنه؟ با فریاد زدن یا با کاری که یک کاری انجام میده که من اون کالا رو نیاز دارم. یعنی این یک نوع محرومیت دیگه. وقتی که انسان محرومیت های خودش رو بخواد رفع کنه به این میگن رفع نیاز. حالا بعضی وقتا انسان به چیزی نیاز نداره، اما به دلیل اینکه اون چیز برند شده یا مطرحه به دنبال اون میره. در واقع این بازاریابان سعی میکنن به جای اینکه نیاز مردم را رفع کنن،
در واقع در آنها نیاز رو تولید میکنن و نیازسازی میکنن. شما وقتی به یک چیزی نیاز ندارین ولی در واقع در ذهن خود به این فکر میکنین که حتما باید این رو بخرین، در واقع این بازاریابان کار خودشون رو به نحو احسن انجام دادن که میخواهند نیاز در واقع در شما نیاز ایجاد کنن و از طریق این کالای خود را به فروش برسانند. اما در اسلاید بعدی بریم ببینیم چی هست. و اما خواسته یا به انگلیسیش میشه want چیه؟ در واقع اون نیازی که شما میخواین رفع کنین، اون نحوه شکل رفع نیاز شما میشه خواسته. مثلا شما به آب نیاز دارین. خب بعضی از آدم ها میرن با آب آشامیدنی نیاز خود را برطرف میکنن، بعضیا با چایی میرن نیاز خود را برطرف میکنن، یا وقتی که شما گرسنه هستین بعضیا میرن فسفود امتحان میکنن و گرسنگی خود را رفع میکنن، نیاز خود را رفع میکنن. بعضیا میرن غذاهای سنتی میخورن. به این میگن خواسته، یعنی اون نحوه رفع نیاز، اون شکل رفع نیاز بهش میگن خواسته. حالا بخوایم در ورزش که بازاریابی ورزشی است توضیح بدیم، حالا شما به این نوعی محرومیت یا نیازی در خود دیدین که میخواهین یک اندام مناسبی داشته باشین، اما خواستش چیه؟ شما رفع نیازتون اینه که یک اندام مناسبی داشته باشین، به اصطلاح امروزی فیت باشین. اما در این خواسته در همه مردم فرق میکنه. بعضی از مردم با ورزش‌های هوازی میخواهند به اندام مناسبی برسند، بعضی از مردم با ورزش‌های پلومتریک یا بی‌هوازی میخواهند به این رفع نیاز برسن، به این رفع نیاز برسن، محرومیت خود رو از این طریق رفع کنن. به این میگن خواسته. وقتی که شما میدونید ممکنه بعضی ها در بیرون از خانه با پیاده روی ورزش هوازی خود رو انجام بدن، بعضی ها هم در خونه با تردمیل و اینا. به این میگن خواسته. ما در اسلاید بعدی ببینیم. این اسلاید میخواهیم تقاضا رو یاد بگیریم. تقاضا چی هست؟ یعنی قدرت رفع نیاز و خواسته رو تقاضا میگن. حالا این خواسته ای که گفتیم در همه مردم فرق میکنه، این تقاضا تعیین کننده این است که چه کاری رو انجام بده. حالا مثالی که زدیم، فردی که میخواد بدنش فیت باشه میره سراغ دنبال حالا تمرین های هوازی رو در نظر بگیریم. خواسته یک عده‌ای تمرین هوازی، این که به فیت بودن برسه، به اون تناسب اندام برسه. این تقاضا ممکنه بعضی از مردم اون قدرت خرید رو نداشته باشن، اون توانایی خرید رو نداشته باشن. به همین دلیل ممکنه برای تمرینات هوازی برن بیرون و خودشون تمرین بکنن بدون استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی دیگر. اما ممکنه بعضی ها این قدرت خرید رو داشته باشند و برن سراغ خرید تردمیل و در خانه بذارن و با اون تردمیل نیاز و خواسته خود رو رفع کنن. در واقع این تقاضا اون قدرت خریدی که نیاز و خواسته انسان رو برطرف میکنه. ممکنه میگم حالا طرف تشنه است، با آب رایگانی که وجود داره اون تشنگی خود رو رفع کنه. بعضی از مردم میگن نه، من پولشو دارم، توانایی خریدشو دارم. اون تقاضایی که برای یک کالایی ایجاد میشه، مثلا میخواد یک انرژیزا بخره، میگه من میخوام تشنگی خود رو با انرژیزا رفع کنم، این قدرت خرید و تواناییش رو دارم که تشنگیم رو از طریق اون رفع بکنم.
حالا بریم سراغ اسلاید بعدی که حالا میخواهیم چه چیزایی را بگیریم. حالا از طریق مبادله و معامله اینا رو میخوایم توضیح بدیم. در این اسلاید میخواهیم کلمه مبادله رو بررسی بکنیم. حالا و گفتیم رفع نیاز رو توضیح دادیم، خواسته رو توضیح دادیم، تقاضا رو توضیح دادیم. حالا برای اینکه این رفع نیاز و خواسته شکل بگیره باید یک مسیری باشه. این مسیر مبادله هست که انسان بتونه نیاز خود رو رفع کنه و این نیاز و خواسته خود رو رفع بکنه دیگه. حالا این مبادله به چند شکل صورت میگیره، به 4 شکل صورت میگیره. بهتر این رو بنویسیم براتون لازم میشه در آینده. اولی خود تولیدی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما وقتی تشنه این میرین لیوان رو برمیدارین، شیر آب رو باز میکنین و آب رو لیوان رو پر میکنین و میخورین. به این میگن خود تولیدی. یعنی اینکه شما آب را خودتون تولید کردین و دارین میخورین. دومی استعانت از دیگران. شما وقتی جایی هستین که آب وجود نداره و اگر مثلا یه چند نفر آب در آنجا آب دارن یا 2-3 نفر یا اصلا 1 نفر، شما میرین از اون فرد خواسته خود رو بیان میکنین که من آب میخواهم، لطفا به من آب بدهید. این روش میشه استعانت از دیگران. اگر اون فردم به شما کمک بکنه میشه استعانت از دیگران. اما شما وقتی در آنجا هستین و 1 نفر آب داره و اون فردم نمیخواد به شما آب بده و این تشنگی هم که در شما وجود داره که حتما باید رفع بشه، در این موارد میریم سراغ گزینه سوم که اعمال زوره. یعنی فرد آب داره ولی به شما نمیده، شما سعی میکنین با اعمال زور اون آب رو از اون فرد بگیرین و تشنگی خود را رفع بکنین. اما 4مین روش مبادله هست که شما در ازای یک منبعی به طرف، حالا ممکنه پول باشه، خدمات باشه، یک کالایی باشه یا هر چیز دیگری، سعی میکنین آب رو تحویل بگیرین و تشنگی خود رو رفع بکنین. حالا در مبادله یک شرایطی هم وجود داره که اینا رو هم باید در نظر بگیریم. دو طرف وجود داشته باشد. یعنی اینکه شمایی که تشنه هستین آب میخواهین و اونی که آب داره باید وجود داشته باشه. بهتر دومی چیه؟ یعنی هر طرف چیزی با ارزش برای طرف دیگر داشته باشد. چیز با ارزشی که طرف مقابل داره آبه، اما چیز با ارزشی که شما میخوایم بدیم برای اون طرف هم با ارزش باشه. حالا ممکنه پول باشه. پول اگر برای طرف مقابل با ارزش باشه این مبادله صورت میگیره. اما اگر ممکنه طرف به پول احتیاج نداشته باشه، به یک خدماتی احتیاج داره، میگه مثلا بیا این کار رو واسه من انجام بده، این واسش ارزشمند باشه. در این موقع پول برای واسهش ارزشی نداره و همین دلیل ممکنه مبادله صورت نگیره. اون کاری که انجام میدیم واسهش مبادله رو به پایان برسونه یا مبادله رو انجام بده. سومین شرطش چیه؟ یعنی هر طرف مجاز به پذیرش یا رد پیشنهاد طرف دیگر باشد. یعنی جوری نباشد که اعمال زوری صورت بگیرد. اگر اعمال زوری صورت بگیرد همون روش سوم که اعمال زور است. اگر طرف بتونه پیشنهادش رو رد یا قبول بکنه مبادله صورت میگیره. به این میگن مبادله. بریم سراغ اسلاید بعدی ببینیم معامله چیه. و اما معامله چیه؟ معامله یعنی دیل، همون مبادله هست ولی فرقی که داره در مبادله اون سنخیتش ممکنه تفاوت داشته باشه. مثلا شما برای رفع تشنگی خود مثلا میخواین از طرف مقابل آب درخواست بکنین، ممکنه ازتون یه چیزای دیگه ای بخواد که از بیشتر از اون ارزش آب باشه. اما در معامله شما وقتی از طرف مقابل آب درخواست میکنین به اندازه ارزش اون آب واسش کار انجام میدین یا
چی میگن، یا پول میدیم بهش. چون گفتیم تو مبادله ممکنه طرف از شما پول نخواد، یک کاری بخواد خیلی فراتر از اون ارزش آب باشه. اگر اون چیزی که درخواست میکنین هم ارزش اون کاری که انجام میدین هست، میشه معامله. اما نه، اون کاری که میخواین در ازای درخواست آب انجام بدین خیلی فراتر از کاریه، فراتر از ارزشی که اون آب داره هست، اون میشه مبادله. فرقشون در اینه. اما همه این کارها رو انجام میدیم که رضایت یا خوشنودی مشتری یا مصرف کننده رو به دست بیاریم. حالا 4 کلمه مونده: رضایت مونده، خوشنودی مونده، مشتری مونده و اینکه مصرف کننده. حالا بذارین رضایت رو توضیح بدم. وقتی که شما تونستین نیاز فرد مقابل رو برطرف بکنین، این میشه رضایت. شما یعنی تونستین فرد مقابل رو راضی کنین که نیازش برطرف شده یا خواستش برطرف شده، این میشه رضایت. اما بریم سراغ اسلاید بعدی که میشه خوشنودی. وقتی شما فراتر از این میرین که فراتر از نیازهای فرد رو ارضا میکنین یا رفع میکنین، این میشه خوشنودی. مثلا فردی میاد، یک مشتری میاد، یک مصرف کننده ای میاد از شما یک کالایی رو میخره، این میشه و نیاز خود رو ارضا میکنه، این میشه رضایت. اما نه، شما وقتی در ازای خرید اون کالا یک اشانتیومی هم بهش میدی، یعنی فراتر از نیازش دارین بهش کمک میکنین، بهش میرسین، این میشه خوشنودی. اما بریم سراغ اسلاید بعدی که در مورد مشتری هست. مشتری یعنی چی؟ حالا بریم سراغ اسلاید بعدی هم که مصرف کننده، هر دو رو با هم توضیح بدم، چرا که اینا با هم مرتبط هستن. مشتری کسیه که برای خرید یک کالا یک چیزی رو پرداخت میکنه، حالا ممکنه پول باشه یا چیز دیگری باشه. ممکنه خودش اون کالا رو مصرف نکنه، اما مصرف کننده حتما کالایی که میخره و در ازاش پول پرداخت میکنه یا هر چیزی، خودش مصرف میکنه. حالا یک مثالی بزنم. وقتی که شما یک آقا و خانوم رو در نظر بگیرید، خانوم به آقاش گفته برو برای من لوازم آرایشی و بهداشتی بخر. مشتری کیه؟ مشتری آقاست، میره پول رو به طرف اون کسی که اون کالا رو میفروشه میخره. و مصرف کننده کیه؟ مصرف کننده خانومه، میاد میده به خانومش، اون مصرف میکنه. مصرف کننده ممکنه بعضی موقع ها واسه خرید یک چیز پول نده. اما اگر مصرف کننده خود خانوم بود، میرفت لوازم بهداشتی و آرایشی میخرید، این میشد مصرف کننده. فرقش اینه: مشتری پول رو پرداخت میکنه ولی ممکنه مصرف نکنه. اگر مصرف کنه میشه مصرف کننده، اگر مصرف نکنه میشه مشتری. اما مصرف کننده در ازای خرید یک کالا اون بهایی رو که میده، حالا ممکنه کالا خدمات باشه یا هر چیز دیگری، خودش اون کالا رو مصرف میکنه، به این میگن مصرف کننده. حالا تعریف بازاریابی تموم شد، بیاین یک مروری هم بکنیم. بازاریابی چیست؟ بازاریابی فرایندی مدیریتی و اجتماعی است که برای رفع نیاز، خواسته و تقاضا از طریق مبادله و معامله برای رضایت و خوشنودی مشتری یا مصرف کننده صورت میگیره. حالا یک کلیاتی از بازاریابی رو یاد گرفتیم و این یادگیری باعث خواهد شد که مطالب بعدی بهتر و راحتتر یاد بگیریم و این یادگیری ممکنه در مراحل بعدی یا در زندگی خودتون
به کار بیاد. حالا تموم شد. در این ویدیو، در این جلسه فقط تعریف بازاریابی رو داشتیم. حالا در جلسات بعدی می‌خواهیم در مورد حوزه‌های بازاریابی، حالا اون شامل فعالیت‌های مرتبط با انتقال کالاها و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده است. حالا یک کالایی که تولید میشه چجوری به دست مصرف کننده میرسه، اون حوزه‌های بازاریابی چیه. بعدش میایم سراغ اون آمیخته‌های بازاریابی. اینا رو بهتون توضیح خواهم داد که چجوری به چه شکلی صورت خواهد گرفت. اینا رو در جلسات بعدی یاد خواهیم گرفت. احتمالا جلسه بعد که هفته بعد پنجشنبه باشه، یا در مورد نظریه ها توضیح خواهم داد که جلسه قبل توضیح دادیم در مورد نظریه تقسیم کار بود، یا در مورد بازاریابی ادامه خواهیم داد. اونم جلسه در ویدیوی بعدی به احتمال زیاد بازاریابی رو توضیح خواهم داد، ولی بازم احتمال داره که نظریات رو توضیح بدم. خیلی تشکر میکنم.